رابطه درست حاصل پذیرش کمبودها و نواقص یک آدم درسته که به طور نسبی شما کنارش خوشحال هستید. و یک رابطه عاطفی سالم و درست باید با تلاش و صرف زمان شناخته و ساخته بشه، نه اینکه یک دفعه پیدا بشه. و قدم اول در هر رابطه‌ای انتخاب فرد درست و مناسب برای شماست. لازمه این انتخاب درست اینه که شما خودتون رو بشناسید، خواسته ها و نیازهای خودتون رو بدونید و حتی بدونید که چه چیزهایی رو نمیخواید و دوست ندارید. بنابراین شناخت شما از خودتون، آگاهی و علاقه شما نسبت به خودتون و درک بهتر از حد و مرزها و حریم شخصیتون میتونه شما رو به فرد مناسبتون نزدیکتر کنه. عشق براتون.